As I think a lot of you appreciate, peace is never easy. امریکا و ایران با قبول خریطه راه برای رسیدن به صلح دوامدار موافقت کردند. هیئت‌های پاکستان و قطر که در مذاکره‌های دو جانبی درگیر به حیث میانه‌رو شرکت می‌ورزند روز 22 ایون ابراز داشتند که این نقشه باید در 60 روز اجرا شود. بر اساس این نقشه باید روای آزاد در گلوگاه هرمز کفالت داده شده زد و خوردها در لبنان خاتمه یابند. بعضی از نکته‌های اظهارات مشترک پاکستان و قطر بیانگر آنند که جانب‌ها بر پایه اعلامیه تفاهم پرزیدنت‌های آمریکا و ایران از هفته گذشته عمل می‌کنند. مذاکرات هیئت‌های آمریکا و ایران در شهر آسایشی بورگنستاک شویساریا با نظرداشت اعلامیه تفاهم عبارت از 14 بخش جریان گرفت. در آغاز گفتگوها رئیس هیئت آمریکا نایب پرزیدنت این کشور جی دی ونس اظهار امید کرد که در خاور میانه و به ویژه منطقه خلیج فارس نظم و ثبات برقرار خواهد شد. حضور امروزه ما در اینجا ابتدای کار هیئت‌های فنی بوده، شاید برای حل همه اختلاف‌ها کفایت نکند، اما برای اولین بار در تاریخ ما سر یک میز نشسته امکان داره مشکلی‌ها را مطرح و حل و فصل کنیم. سبب آن که امروز رهبریت سیاسی کشورهای منفعت‌دار جمع شده است این است که اولاً ما می‌خواهیم ساختار فنی و یا تکنیکی مذاکرات را ترتیب داده، ثانیاً کفالت دهیم که گروه‌های کاری از پشتیبانی بهره‌مند باشند و هر لحظه توانند برای رفع مانع‌ها از ما کمک دریافت کنند. در اظهارات پایانی نشست پاکستان و قطر تاکید کردند که برای بررسی برنامه هسته‌ای تهران، رفع تحریم جمهوری اسلامی و نظارت و حل بحث‌ها و مسائل دیگر گروه‌های کاری تأسیس خواهند یافت. تا زمان نشر این گزارش واکنش ایالات متحده آمریکا به اظهارات دسترس نشد. وزارت کارهای خارجه ایران به نشریه‌های ایرانی تصدیق کرده است که آمریکا تحریم بندرهای ایرانی را خاتمه بخشید. بعضی از پل‌های منجمد شده یا بند مانده آزاد شدند و برنامه احیا و رشد ایران تهیه می شود. سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران همچنان علاوه کرد که یک به اصطلاح مکانیزم برای تنظیم روای کشتی‌ها در گلوگاه هرمز راه اندازی می شود.